این ماشین یه زمانی آرزوی همه بچه پولدارا بوده، ولی الان میتونه تو پارکینگ تو باشه. مرسدس بنز W202 C180 مدل 1994. این ماشین یه موتور 1800 سی سی فول انجکتور داره که 122 اسب بخار و گشتاور 170 نیوتن متر تولید میکنه و توان رو به چرخ‌های عقب منتقل میکنه. مکانیزم برفاکن این ماشین جوریه که با یک برفاکن کل شیشه رو پاک میکنه. چهارچرخ این ماشین دیسکی هستش و ترمز ABS هم داریم و به صورت فابریک رینگ اسپورت هم روی ماشین نصبه. تو دوزی این ماشین کاملا چرمه، سانروف رو داریم و ماشین تک ایربگه. تمام سیستم‌های داخل اتاق این خودرو با باد کار میکنه. یه آپشن جالبی که این خودرو داره این دکمه رست هستش که توی فصل سرما داخل کابین رو تا چند دقیقه گرم نگه می‌داره. این ماشین تجربه سواری نرم و بی صدایی رو به شما میده و با توجه به اینکه موتور M111 که روی این ماشین هستش جزو موتورهای کم استهلاک مرسدس بنز، یه گزینه سمی کلاسیک مناسب استفاده روزمره است. این ماشین دو رنگ هستش، شاسی کاملا سالم، ستون‌ها کاملا سالمه و فاقد ضعف فنیه. تقدیمتون میشه 850 میلیون تومان.